خدمت شما دوستان و هموطنان عزیز، خوش آمدید به برنامه ما یک مصاحبه تلفنی داریم با نجیب جان برود. البته یک تعداد سوالات را ما درج کردیم، میخواهیم که جواباتش را از زبان خود نجیب جان برود بشنویم و البته به خواهش بعضی از دوستان. سلام نجیب جان، خوش آمدید به برنامه ما. صدای شما را هموطنان ما همین لحظه از برنامه ما میشنوند. چی گفتنی داریم برای هموطنان ما؟ بفرمایید. اول سلام وطندارا، جور است، خیراتی و آرامیز بخیر. میریم به طرف سوال اول خود. نجیب جان، میشه بگویی که از کدام منطقه و یا از کدام ولایت هستیم؟ نجیب هستم از ولایت کاپیسا، از ولسوالی 3 دوم کوهستان، نزدیک بازار جمال آقا، پشت مکتب دیبدی. تشکر از شما نجیب جان. و سوال میپردازیم به سوال دوم ما که بعضی از مردم ها گفته بودن که شما بسیار در ویدیوهایتان دعوا دشنام میتین. علت از این چی هسته؟ میخوایم از زبان شما بشنویم. اگه به ناموس مردم بفهمه ای گپ، اولیا نسل سگ هستن، نسل خر هستن، نسل روس هستن، چرا به گپ نمیشن؟ خب نجیب جان، بعضی از دوستای ما را خداوند هدایت نیکی نصیب کنه. خب نجیب جان، بعضی از دوستای ما گفتن که همین نجیب جان کار و وظیفه هم نمیکنه، اینقدر پیسه را از کجا میکنه؟ میشه این تو دوتا خوباش نفر پیسه مرا میده دواتن ها. خب والا چقدر خوب برای در خانه هم شیشته باشی دیگه، پیسه هم برای دیگه نور الان نور. یک کس به نام نستور نادری گفته بودن که همین ویدیو را نجیب جان برود که میساده به خاطر پیسه میساده. برای از اونا چی گفتنی داری؟ تو نستوی پودری هم با که بگوی زنده باد فلانی بستم، ما عبی بوتک نیستم، ما دا پیسه ویدیو نمیسازم پودری. و راستی یک کس به نام مولای ترکیه گفته بود که همی نجیب برود آدرس ترکیه خدا نمیده. همی چی رقم یک قضیه است که همی را میشه برمون بگوی؟ هستم همی ترکیه هستم. خود تشکر میکنیم از شما نجیب جان. برنامه ما وقتش تمام است. در آخر اگر کدام گفتنی دارید بفرمایید. دیگه جور و صحت و سلامت باشه وطندارا، خدا نگهدار. خدا حافظ. دوستان عزیز، لایک و سابسکرایب کردن نره. در برنامه بعدی مولای ترکیه را با هم خواهیم داشت. شما را به الله یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.